به نام خدا با عرض سلام خدمت میهمانان عزیز. خیلی خوشحالم در جمع شما هستم. فردا هم قسمتون راسته دیگه، بگین ما دیشب خونه شاه بودیم دیگه. عرض کنم حضورتون خدا رو شکر میکنم یه بار دیگه این فرصت رو به من داد تا دل عده دیگر از مخلوقش رو شاد کنم. ببخشید، من اطلاع دارید حتما سیدیامونو دیدید، به جز شهر مقدس مشهد و قم دیگه با همه هموطنان عزیزم شوخی میکنم. اجازه هست؟ بسیار. از قم اینجا میکنم. مشهد یه شهر مقدس، قم هم که خطریه. تاریخ ثابت کرد هر که با قومی در افتاد ور افتاد. اصلا حضورتون که من اول یه لطیفه راجع به بانک بگم. یعنی یکی رفت بانک صادرات گفت یه سپهچه بانک ملی بده. گفت اومدی بانک صادرات سپهچه که بانک ملی میخواد؟ خب پس چرا این همه تبلیغ میکنید بانک ملت بانک شماست؟ البته من میخوام اول یه خاطره خیلی جالبم براتون تعریف کنم. تقریبا در رابطه با همین موضوع میشه که خانم مجدی فرمودن. واقعا فقط لطف خدا بود. یعنی بگم اولا نه دوما نه، اصلا تمام قضیه لطف خدا بود که یک رکورد جهانی توی کتاب گینس به نام رکورد اهدای کتاب، اونم برای اولین بار ثبت شد با آمار 3 میلیون جلد کتاب آموزش نماز. حالا من یه تعدادی اون میز اون بغل گذاشتم که زیاده هست، اگر میخواید میتونید یادگاری بردارید و هر کسی با اون تلفن پشتش هر تعدادی میتونه مجانی دریافت کنه. یه بار یه خانومی اخیراً زنگ زده بود دفتر ما، گفت الو دفتر آقای ماهی صفته؟ گفتم بله خودم هستم. گفت ببخشید این کتاب شما مجانی میدی؟ بله. 2 تا هم میدی؟ بله. یعنی 5 تا هم 10 تا هم میدی؟ برای بچه‌های فامیل؟ گفتم بله. گفت آقای ماهی صفته یه هیئتی ما خانم‌ها هست چی جلسه میریم میشه 100 تا هم بدی؟ گفتم بله میشه. بیام بگیرم؟ گفتم نه ما با پیک میفرستیم. پیکش چقدر میشه؟ گفتم پیکش هم مجانیه. حدس بزنیم چی گفت؟ پیکم میدی؟ اصلا نمیتونید فکرشو بکن. اینطوری کرد واقعا خدا پدر آقای احمدی نژاد بیامرزه. اون خانم همه کارهای خوبه که فقط ایشون نمیکنه، اسمش به چیزهای خوب در رفت. پدر و مادر من، یعنی پدر و مادر من و پدر و مادر پدر و مادرم مال دولت آباد اصفهان بودن و من متولد شیرازم. حالا نمیدونم خداییش نمیدونم کجایی حساب میشم. با این حال برای اینکه به اصطلاح چیزای طنز راجع به اصفهان بیشتر از شیراز هست، از اصفهان شروع میکنم. خواهش میکنم فقط اونا که اصفهانی هستن دست بزنن. خدا شاهد است تعدادشون بیشتر است. این آوا تو دست دنم صرف جویی میکنن. آقا میدونی که اسپانیه به بچه گفتن تو بری سر یخچال چی میخوری؟ گفت کتک. اسپانیه آب معدنی خریده بود رفت خونه گفت ضعیفه یه پارچ آب بیار این خیلی غلیظ است. یا مثلا اسپانیه میخواست بره توی حمام، خانومش گفت خودکارو کجا میبری؟ با میبرم که هزار شستم علامت بزنم که 2 بار نشدم. مثلا این اسپانیا موبایل که میخرن همون روز اول صفرش میبندن. این اسپانیا اگر یعنی
یه اصفهانی بخواد خودکشی کنه دا سر سیمی برقا میگیره دستش، اون سرشو میکنه تو پریزی برقی همسایه. این اصفهانی ها رو اگر بخواین شکنجه بده میباس دست و پاشون رو ببندید اون ور خیابون نظری پخش کنید. من یه دوستی دارم، البته به هم نمیاد مثلا دوست دکتر داشته باشم ولی واقعا دارم، میگفت یه بار تو اصفهان یه قلبی رو، یه سینه رو شکافتیم، قلبش رو کارش رو عمل کردیم، بستیم و این بیمار آقای بیهوش رو با 4 تا دختر پرستار اصفهانی، یعنی میخواست از حاضر جوابی اصفهانی ها بگه، میگفت این بیمار بیهوش رو برانکار داشتیم میبردیم قسمت مربوطه، ناگهان این خب بیهوش بود دیگه، دست خودش هم نبود، خلاصه یک اتفاقی افتاد و ما اومدیم ماسمالی کنیم. گفتم پرستاران محترم بیمار از شما تشکر کرد. یکی این پرستارا گفت چقدر خوب شد شما بودید آقای دکتر و الا ما زبونش رو نمیفهمیدیم. خب حالا بعد از اصفهان برم کجا؟ مثلا همون نزدیکی ها کاشون میشه، کاشونی داری؟ کاشونی ها میشه بفهم، خودتون بفهم به چی معروفی؟ شجاعت. آره میگم آقاجی اومد زمان جنگ 2 تا پای یکی از این عراقی ها رو بریدم. گفتن آقاجی سرش نبریدی؟ گفت برای که سرش قبلا یک کس دیگه بریده بود. یه کاشونی رفته بود شکار، بعد اومده بود در رفیقش تعریف میکرد شکار رو، میگم آقاجی من رفته بودم شکار، یه خرس رو دیدم بودو همینطور من میدویدم این خرسم دنبال من میدوید و ریز میخورد، همینطور من میدویدم این خرسم دنبال من میدوید و ریز میخورد. گفتن خوب حالا تا اینجا رسیدی خودتو خراب نکردی؟ گفت پس تو فکر کردی و خرسه برای چی لیز میخورد؟ حالا فرض کنید یک سینما فیلم بسیار وحشتناک داره پخش میکنه، صحنه دوم به سوم هر کی از یه دری در میره، فقط کاشانیه نشسته بود، زل زده بود به سینما. بهش گفتم بابا جان پاشو بریم، سر سکته میکنی. خب آقا جون دست به من نزنید که من خرابکاری کردم. خب شیرازی ها، من قبل از اینکه از این بالا ببینم کیا هستن، شیرازی ها اصولا یه آدم های خیلی خونسرد و ریلکس و همش نشستن و یعنی یه شیرازی فلج بشه یه هفته بعد میفهمه. یعنی همچین نه که آب و هواش خوبه، شما به موبایل یه شیرازی که زنگ بزنید گذاشته رو انسولین میگه هستم ولی خستم. یا مثلا اینا صبح تا شب استراحت میکنن که شبا خوب بخوابن. حالا شیرازی ها دست بزنن؟ هستن و حال ندارن دست بزنن. به شیرازی ها گفتن پاشو بیا، گفت حال داری یا هم پاشم هم بیام. مثلا یه شیرازی میخواد دعا کنه، خدایا، بعد خسته میشه دستشو میندازه، تو که خودت میدونی ما خودمون حال نداریم به راه راست هدایت بشه، خودت سمت ما کجش کن. یعنی شیرازیه میخواست برای نامزدش SMS اشغولانس در کنه. دلم میخواد برم بالای بلندترین نقطه دنیا وایسم داد بزنم دوستت میدارم اما حوصله‌ام نیست. خب بعد از اصفهان، شیراز، کاشان کجا بریم؟ لرستان. عراق ندارم راستش. آخه چند وقت پیش گفتم عراق ندارم، چند وقت پیش سوئد برنامه داشتن، یه آقای پزشک افغانی اومد گفت جناب اما سفر شما که به شهرهای مختلف جوک میگی چرا به کشورهای مختلف جوک نمیگی؟ مثلا چرا جوک افغانی نمیگی تو؟ گفتم به خدا من جوک افغانی بلد. بعد یه دونه به من یاد داد، حالا اگر کسی هم جوک عراقی داره میگفت یک افغانی مسلح رفت به یه خانه به یه خانم میگفت هر چه داری بردار بیار و الا میکشم. اونم رفت هرچی پول و طلا بود آورد، گفت خودت با اونا نزن، نون خشکا کجاست؟ بریم شمال، موافقین؟
شما اول بشیم گیلانه بره